سلام، خوش آمدید به قسمت بعدی ORM جنگو. پس از سالهای دراز بالاخره دوباره برگشتیم. کلا ویدیوها اینجوری که یکی دو سال بین هر کدوم طول میشه ولی مشکل نیست. توی این قسمت ما یه دیتابیس PostgreSQL داریم که داخلش حدوداً 1 میلیون خورده یوزر، یه تیبلیه به اسم مای یوزرز در اینجا و 1 میلیون خورده یوزر داره. بذاریم دقیقاً چقدر داره. اگه بخواید دقیقاً بفهمید یه تیبلی چقدر یوزر داره، میتونید سلکت کاونت کنید، پرانتز باز و بسته استار، همه چی رو از public.users. حالا اینجا اوردر هم کرده که ما لازمش نداریم حقیقتا و این رو ران میکنیم و من میگه که حدود بذار ببینم 1,272,000 تا حدود که نه دقیقا اینقدر رکورد داخل این تیبل وجود داره. حالا شاید براتون سوال بشه که چجوری اینقدر یوزریو ساختم و البته این دیتاهای به قول خارجی ها دامی دیتاست، دیتاهایی که دامی هستن که گند خورد توش. ولی اوکی، بذارین از این دکمه استفاده کنین. اینا دامی دیتا هستن دوستان و هیچ چیز معنای خاصی ندارن، فقط یه سری دیتا هن که با خود فانکشن جنریت سریز پوستگرس ساخته شده. همینه که مثلا کول نیم یک، کول نیم یک همینجور میره و ادامه پیدا میکنه. ولی حالا چون اسما تکراریه، بخاطر اینه که نیم برامون مهم نیست که تکراری باشه یا نه. حالا من این دیتا رو دارم تو این دیتابیس مای تست و تیبل یوزرزش 1,272,000 تا تیبل رکورد دارم. اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه دونه اپ جنگو زدم، خیلی سرراست. کلا یه دونه ستینگ داره که من همیشه اسم ستینگ ها میذارم کور و حالا ستینگ فایل داخلشه و یه اپ مای یوزرز داره چون نمیخواستم یوزرز خود جنگو رو مودیفای کنم، حالا بیا درد سراشو بکش، ولی فعلا نمیخواستم. صرفا یه تیبل، اصلا یوزر رو از تو ذهنتون پاک کنید. فکر کنید ما یه سری تیبل داریم و یه سری رکورد داخلش. حالا من اومدم چیکار کردم؟ اومدم یه دونه مای یوزر زدم و اومدم یه مدل زدم. بذار اینو بزرگش کنم. من اومدم یه مدل زدم. مدلم چیه؟ مدلم گفت آقا من یه چیز دارم مثل مای یوزرز که من میتونم حالا اسم اینو عوض کنم و این یه دونه نیم داره و یه دونه کریت آن داره. ولی اینجا توی کلاس متای این کلاس من گفتم که دیوی تیبل این یوزرزه. توی جنگو زمانی که حالا تو بیشتر تو همه ORM این هست و اونم اینه که اگر من یه دیتابیسی داشته باشم که همین الان دیتا داخلش هست و میخوام حالا براش یه کدی بنویسم و تیبل واسش بنویسم، میام اینجوری میگم خب این دیوی تیبلش اینه، این الان هست، لازم نیست خودت برید تیبل جدید بسازی، از رو همون چیزی که هست بخون بیا بالا. و برای این لازم نیست میک مایگریشن بزنید. میک مایگریشن بزنید میخواید مایگریت کنید به ارور میخورید، هوا هم خیلی گرمه. خب خلاصه این بود ماجرا و یه API نوشتم خیلی ساده. کاری که میکنه میاد آقا یک API گتیه که همه یوزرها رو میگیره و همشون رو برمیگردونه. حالا نمیگیم یوزر، میگیم همه رکورد ها رو میگیره و همه رکورد ها رو برمیگردونه. و بعد اومدم همونم داخل تیبل مدل پنل ادمین جنگو ریجسترش کردم که بتونیم ببینیم. یعنی چه من برم توی اینا رو هم ببندم، بیام برم اینجا و برم تو مای یوزرز، میبینید که همشون اینجا هست و میتونم ببینمشون که اینجا هم سلکت کنیم میگه همون 1,272,000 تا. میخواستم بیشترش کنم، گفتم حالا بخیر. خلاصه حالا به سناریو رو بهتون بگم. یه سناریویی بعد بذاریم که حالا یکم این ایده هایی که الان میخوام اینجا انجام بدیم براتون قابل باورتر بشه. حالا من بذارم این فایل رو هم باز کنم که داشته باشیم. بیشتر با ویو کار داریم، پس اینو میذارم اول، بعدش هم مدل. خب ماجرا اینه که ما یک شرکتی هستیم که یک سرویسی رو به بقیه شرکت‌های بزرگ میدیم. مثلا ما یک شرکت پرداختی هستیم و این رو به این سیستم پرداختمون رو به شرکت‌های خیلی بزرگی دادیم. فرض کنید چه می‌دونم دادیم به اسنپ، دیجیکالا و اینجور چیزا. اینا دارن از پرداخت ما استفاده میکنن. حالا اینا هر بار که پرداخت میکنن یک رکورد دیتابیس ساخته میشه به اسم ترانزکشن، تراکنش پرداختشونه. خب یه شرکتی مثلا دیجیکالا شاید یا حالا نمیدونم دقیقش شاید 1 میلیون مثلا
ترانزکشن پرداخت در روز داشته باشه، 1 میلیون پرداخت در روز، در چه ما 1 میلیون رکورد در روز به دیتابیس اضافه شد که حجم خیلی 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 زیادی خواهد شد. حالا فرض کنید صاحب دیجیکالا که نمیشناسمش میخواد، ما یه پنل ادمین داریم که دادیم به صاحبان این سرویس ها و میخوان حالا تعداد تراکنش رو میخوان همه تراکنش رو باز کنه و اون رو ببینه، مثل همین پنل ادمین جنگو که شما ما رفتیم و این رکورد ها رو باز کردیم، حالا میتونیم بازشون کنیم و رکورد ها رو بخونیم ببینیم چه اتفاق افتاده. به دردشون میخوره، چرا؟ چون شاید یه پرداختی اونجا اون وسط اشتباه شده باشه، بخوام بیان درستش کنن یا پیگیری کنن و از این اداها. حالا ما واسه این پنل ادمین اومدیم یه API نوشتیم، گفتیم آقا این مگه کل رکورد هاشو نمیخواد، پس من میام کل رکورداش. ببین اسم این مای یوزرز رو من عوض کنم، F2 بزنید داخل VS Code، اگر اسم یه چیزی رو عوض کنید همه جا عوض میشه. چه میذاریم؟ رکوردز. اینجا هم عوض کردم همینجوری که اینم من عوض میکنم، F2 میزنم، ببخشید F2 میزنم، میگم اینم رکوردز. خب من یه API نوشتم واسه این الا سرویس، این پنل ادمین ما، که آقا مثلا یارو دیجیکالا یا اسنپ یا هر جای دیگه رفت پنل رو باز کرد که پرداختاشو ببینه، میتونه تمام لیست تمام پرداختاشو داخل پنل ببینه، مثل همین جنگو که ما باز میکنیم و همه رو میبینیم. حالا سوال پیش میاد که این چرا این شکلیه، چرا من دیتا رو بر نمیگم؟ بذارین این مود ویو رو هم براتون توضیح بدم. اولی که من یه دونه کوئری اینجا ساختم، تو قسمت پیش گفتیم این کوئری ها در اون لحظه‌ای که میسازیمشون اکزیکیوت نمیشن، درچه من اونجا فقط یه ایف ساده نوشتم که ایف رکوردز که فقط کوئری رو اکزیکیوت کنم و دیتای دامی برگردوندم. دوباره دیتای الکی برگردوندم. چرا دیتا الکی برگردوندم؟ چون نمیخواستم پروسسی که ما میخوایم، ببینید این قسمت که رکورد کوئری به دیتابیس میخوره خودش یک تایمی واسه پروسس میکشه. این قسمتی که من بیام تمام این دیتا ها رو مثلا با سریالایزرم سریالایز کنم و برگردونم رو نتورک، حالا حجم دیتا نتورک من قوی باشه یا ضعیف باشه چقدر طول بکشه، زمان میبره. یعنی نخواستم اینا رو داخل این ماجرا بیارم و صرفا اون دیتایی که ما به دیتابیس کوئری میزنیم. حالا من اومدم اولین چیزی که حالا شاید یه نفر بنویسه میگه آقا تمام رکورد ها رو بگیر، حالا اینجا مثلا با سریالایزر تو اینا رو سریالایز کن، در نهایت بفرستش واسه کار. میتونید اینو با مرورگر باز کنید، مثلا لوکال هاست، البته اینو گذاشتم اسمش API، مثلا میتونید با API باز کنیم و اینجا ببینیمش که اینا نه، ولی خب حالا خلاص میتونید بیارید با API ببینیمش. ولی مشکلی که اینجا هست، همینجوری که الان میبینید خیلی داره طول میکشه، مشکل اینجاست اینجا تایم دقیق من نمیده که چقدر طول کشید. میتونم اینجا انسپکت باز کنم ببینم، ولی گزینه بهتره اینه که با پستمن تست کنیم. پستمن یه ابزاری که باهاش میتونید API هاتون رو تست کنید و اونا رو حالا ذخیره کنید. مثلا من میتونم اینو ذخیره کنم، یه 10-20 تا API دارم واسه یه مثلا محصول، اونا رو پوشه بندی کنم، واسه شون تست بنویسم حتی داخل همین که آقا اینو تستش کن، یا مثلا بگم ورودی هاش ایناست و همچین چیزی. ابزار خیلی خوبیه و بیشتر جا استفاده میشه. حالا من اومدم این رو صدا میکنم. بیاین اولین بار با همین کوئری خیلی معمولی که یه نفر به ذهنش میرسه اینو صدا بزنیم چقدر زمان میبره. همینجوری صبر میکنیم تا بیاد. جون بکن دیگه. بله اومد و 15 ثانیه طول کشید. امیدوارم نمیتونید ببینید یه حتما، ولی امیدوارم بتونید عدد رو ببینید. اگه با کیفیت 80 ببینید حتما بتونید ببینید. ولی خب 15 ثانیه طول کشید تا این ریسپانس ما برسه و اونجا که میدونید ما هیچ پردازشی خاصی اینجا انجام نمیدیم. مثلا چی میشه گفت این 15 ثانیه تمامش سمت دیتابیس ما بود. دیتابیسمون انقدر طول کشید. چه اتفاقی میفته؟ کاشی منم از بس جادی از اون مدادا داشتم براتون رو صفحه میکشیدم، ولی خب فرض کنید شما تصوراتتون استفاده کنید که دیتابیس پستگرس وقتی که همچین کوئری بهش میدیم. حالا یه نکته دیگه که بخوام اینجا بگیم، اگه بخواید یه کوئری رو پرینت کنید ببینید چه کوئری زدید، میتونید بگید اون کوئری که فعلا رکوردزه کوئری و اینو میتونید پرینتش کنید. اینو پرینتش کنیم و دوباره اینو کالش کنیم، بیایم اینجا.
خب برید کوئریش همچین چیزیه select user.id users.name users.create on from users. در حقیقت گفته select star from users، ولی خب تو چون جنگ و فیلدها رو مشخص کرد دونه دونه انتخاب میکنه. گفت آقا من همه فیلدها رو از این حالا تیبل میخوام به من بده و تمام رکوردها و تمام فیلدهاشو به من بده. خب این همون select استار. چه اتفاقی میفته؟ پوستگرس یا هر دیتابیس دیگه این مجبور میشه بره از اول تیبل شروع کنه. اون تیبل دیتابیسی که مثلا ما برای ما اینجا 1 میلیون خورده رکورد داره شروع کنه، از اول شروع کنه و تا پایین اینو اسکن کنه. حالا تو پوستگرس اسمش سیکونس اسکنه، حالا تو دیتابیس دیگه شاید اسمش فول اسکن باشه یا هر چیزی. کل این تیبل رو باید اسکن کنه، کل دیتا رو برداره و بعد بده به شما. و خب این خیلی زمان میبره. هیچ بهینه سازی اینجا اتفاق نیفتاده روی دیتابیس و میبینید که خب 13 تا 15 ثانیه داره طول میکشه. 15 ثانیه بکنم دوباره که ریکوست زدیم 16 ثانیه طول کشید این بار و هر بار داره تایم بین 15 تا 16 طول میکشه. و خب این خیلی زیاده. این واسه یه یوزر شاید مثلا خب یه یوزر میاد باز میکنه 13 ثانیه وایساد، حالا یه لودینگ بهش نشون میدیم خوشحال شه. ولی مشکل اینه که شما شاید یک یوزر نشن، شاید 100 تا یوزر همزمان دارن اون پنل رو باز میکنن. 100 تا ما کارفرما داریم، 100 تا شرکت بزرگ دارن این ماجرا رو میبینن. هر کدومشون 1 میلیون حالا ترانزکشن دارن مینیمم و هر کدوم باید 13 ثانیه صبر کنن که شاید بگین خب اینا ایندیویژوالی هر فردی 13 ثانیه صبر میکنه خیلی چیزی نیست. ولی دیتابیستون هم باید در نظر بگیرید. دیتابیس شما داره در لحظه 100 تا اسکن انجام میده که هر کدومش روی 1 میلیون تیبله و این خب طول میکشه. حالا ما میتونیم شروع کنیم اینو بهینه کردن. خب یه ایده هم چی بود؟ ایده ما این بود که آقا ما یک پنلی داریم مثل پنل ادمین جنگو و طرف تمام یوزرها رو میبینه. خب آقا تمام ترانزکشن ها رو میبینه و تا زمانی که حالا روی یه ترانزکشن کلیک نکنه ما دیتای کل ترانزکشن رو بهش نشون نمیدیم دیگه. شاید مثلا فقط نیم اسم اون کاربری که این ترانزکشن رو انجام داده بهش نشون میدیم، اگه نه خب پس من میتونم از این استفاده کنم و یک لیمیت اینجا اجرا کنم. میتونم بیام از داد values استفاده کنم و بگم آقا من اینجا مثلا فقط نیم رو میخوام. حالا من دیگه نمیگم که آقا من کل فیلداتو میخوام، من فقط نیم رو میخوام. چرا این کارو میکنم؟ آقا من یه لیستی از نیما به طرف میدم، هر وقت روی یکی کلیک کرد دوباره میام تو دیتابیسم کوئری میزنم میگم آقا این بار دقیقاً این تیبل رو بهم بده که خیلی 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 سریعتر از این ماجرا است. کاری که کردم اینه که سلکت استار رو کم کردم، فیلد کمتری رو الان میگیرم، در چه باید سبکتر باشه. میام حالا تست میکنم از 16 ثانیه به چند میرسیم به نظر شما؟ از 16 ثانیه رسیدیم به 3 ثانیه. خیلی تفاوت زیادیه. حالا تو این حجم دیتا 16 برسید به 3 خودش هنوزم زیاده ایجا. خب از 16 ثانیه رسیدم به 3 ثانیه. فقط با این که من تنها کاری کردم این بود که گفتم آقا من ایده‌مو عوض کردم، به جای اینکه کل دیتا رو یهو به کاربر بدم یه پیش نمایش بهش میدم. هر وقت رو یکی کلیک کرد میام این بار مثلا میزنم select object اون جایی که مثلا اسمش برابر با این باشه یا آیدیش برابر با این باشه. بریم کوئری که زد چی بود؟ کوئری که زد دقیقا همین شد. select users.name from users. یه فیلدشو خواستیم این شکلی شد. حالا ما یه گام جلوتر میتونیم بریم. من میتونم یه گام جلوتر برم و بیام مثلا پنل ادمین جنگو نگاه کنم. آقا یارو داره توی این پنل حرکت میکنه، یهو که 1 میلیون یه چیز بلند و طولانی 1 میلیونی نمیینه که همینجوری اسکرول کنه تا ابد تا پایین. ببین مثلا داخل اینجا فقط 100 تای اول نشون داده. اگر من بیام کلیک کنم روی پیج دوم که فعلا ارور میده نمیدونم چرا، ولی خب فکر کنم کلا پوکید. بله ماجرا اینه که ما اسم رو عوض کردیم دوستان به رکوردز، در نتیجه رکوردز خلاص داشته میفته. خب 100 تای اول رو میخواد دیگه، همه رو نمیخواد، 100 تای اول رو میخواد.
حالا مثلا میاد میره صفحه دوم و سطح دوم پیدا میخواد کنه، میگه آقا من سطح دوم میخوام، حالا از مثلا 100 تا 200 بهش نشون میدم. خب این پیج دومشه. خب ما هم میتونیم همچین کاری رو پیاده کنیم. من میتونم آقا بیام اینجا بگم حتی دیگه از این دات نیمز هم استفاده کنم، میتونم از این استفاده کنم همزمان این دوتا با هم دیگه سریعتر بشه. ولی میخوام بگم آقا من برای ریکوست اول از 1 تا 100 بهش طرف نشون میدم، صرفا پنل رو باز کنه. حالا شاید همون چیزی که خواست همون صفحه اول بود، اگه نبود میره حالا پیجای بعدی و پیدا میکنه بالاخره. و حالا ببین از 3 ثانیه به کجا میرسیم که ارور رسیدیم. این حساب کنیم ببینم query set must be tuple منطقیه. بیا لحظه بنده برمیگردم. خب دوباره برگشتیم. ایده این بود که چرا داره کار نمیکنه، مثل که این ورودی اول رو نباید 0 یا 1 بدی به هر حال. حالا هرچی. و به جای اینکه من بیام مثلا همه اون 1 میلیون خورده میگم آقا من 100 تا اولو فعلا میخوام، میام اینجا و این بار سرچ میکنم آقا 100 تا اول چقدر طول میکشه. شد 67 میلی ثانیه. یعنی از ما از 13 ثانیه طرف فقط کوئریمون، فرض کن حالا ما همینو داریم، هیچ پردازش دیگه هم نمیخوایم انجام بدیم و ما از حالا اون 13 ثانیه رسیدیم به 67 میلی ثانیه. خب این ایده خیلی بهتره، خیلی سرعت بیشتره و حالا این طرف کارش سریعتر راه میفته. حالا به جای اینکه 13 ثانیه واسه تا تو مرورگرش یا حالا اپلیکیشنش یا هر جایی واسه تا این پیج لود شه، 60 و کمتر از 1 ثانیه صبر میکنه، چون حالا فرانت اند هم در نظر بگیره و مثلا 67 میلی ثانیه صبر میکنه و این دیتا میاد. خیلی سریعتر شد. درسته؟ ببینم چیا رو گفتم. اوکی اینم گفتیم، اینم گفتیم. خیلی 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 سریعتر شد. 67 میلی ثانیه. بیام اینجا رو کد بهتون یه چیزی توضیح بدم. خب اولین کاری که کردیم بود که آقا من اولین ایده که تو ذهنم اینه که من چه اطلاعاتی رو از این دیتا نیاز دارم. فکر کنم میشد بعد اینجا هم ولیوز زد. آره. حالا ببینید من یه لول دیگه دارم میرم جلوتر. من تمام رکورد ها رو میخوام، 100 تای اول میخوام، 100 تای اول تمام رکورد، حالا فقط ازشون مثلا آیدی رو میخوام. میگم آقا من فقط آیدی رو میخوام. میگم رکوردز فقط آیدی. من فقط آیدی رو میخوام. دوباره ریکوست میزنم. 42 میلی ثانیه. 62 نمیدونم 67 فکر کنم یا 62 شد 42 میلی ثانیه. دوباره میزنم 49 میلی ثانیه. تقریبا 20 میلی ثانیه اومد پایین. چرا؟ الان دیگه من نیم و کریت آن رو نمیخوام، فقط آیدی رو میگیرم و کوئری هم تغییر کرده. به هر حال اگه بیام کوئری رو چاپ کنیم خیلی ایده باحالیه که بشین کوئری ها رو چاپ کنید ببینید چی کار میکنه. یه سری ابزار هم مثل جنگو تول تیپ هست، تول تیپس، که میتونید نصب کنید و حالا مثلا اسکن میکنه، حالا یه سری استات و آمار باحال بهتون میده. دوباره اینو کوئری میزنم و این بار میام اینم یا گفته select users.id from users limit 100. کوئری اسکیوئلی که واقعا رفت سمت دیتابیس و خب این شد 43 میلی ثانیه، حتی سریعتر شد. حالا فرانت اند من اینو به کاربر نشون میده اینجوری، مثل حالا پنل ادمینم اینو به کاربر نشون. کاربر وقتی رو این یکی کلیک کرد من این آیدی خاص رو دیتابیس سرچ کنم که خیلی 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 سریعتر. حالا ایده اینه که آیا از اینم میشه سریعتر بود؟ آیا من میتونم از اینم حتی سریعتر باشم، کوئری بهتری از اینم نوشته باشم؟ این ایده، این مثالی که من امروز زدم تو این قسمت خیلی ایده مثال ساده‌ای بود. شما کوئری‌های خیلی خیلی پیچیده‌تری در زندگیتون خواهید زد که همشون بر این پایه‌اند که آقا من همه رو میخوام، اگه همه رو میخوام چه دیتایی رو از همه رو نیاز دارم، فقط اون یکی رو ببینم. یا وقتی دارم یه چیز بزرگی رو میدم بیام پیجینیشن کنم. یه حرکتی که زدیم پیجینیشن بود. مثلا پیج اول 100 تا دوم، پیج دوم از 100 تا 200، پیج سوم مثلا از 200 تا 300. بیام پیجینیشنش کنم. حالا شاید یه کوئری خیلی پیچیده‌ای داشته باشین، حالا یه سه چه میدونم 100 تا کار دیگه با اون کوئری اسکیوئل تو انجام بدید که هر کدومش یه آپتیمایز خاصی بتونه انجام بشه روش. ولی فعلا ایده ساده همینه. ماجرا اینه که خب بیاین این چند تا کار رو انجام بدیم. حالا این سوال اینه که آیا من از اینم میتونم سریعتر باشم، حتی از اینم سریعتر؟ آره، از این هم میشه سریعتر بود. ولی این دیگه از این لول سریعتر رفتن شما با کوئری سمت جنگو نمیتونید سریعتر بشید. شاید هم میتونید، من نمیدونم. تا جایی که من میدونم از این سریعتر تو کوئری
تو کوئری زدن نمیتونید برید، چون کوئری که من زدم دیگه سریعتر آقا من یه فیلدشو ازش میخوام و لیمیت کردم فقط 100 تا اول. از این سریعتر اگر بخواد برید جلو ایندکس ها به وجود میاد. شما میتونید برید توی سمت دیتابیس دیگه این اپتیمایزیشن ها رو انجام بدید. میتونید بیاید مثلا توی پستگرس میتونید بگید آقا پستگرس ایندکسینگ رو سرچ کنید و ببینید توی پستگرس ایندکس چجوریه. حالا ایندکس رو من بخوام خیلی ساده به توضیح بدم، تمام این دیتا ها در نهایت داخل دیسک ذخیره شدن. تمام دیتاهای تو دیتابیس ما در نهایت داخل دیسک ذخیره شدن. خیلی میخوام ساده توضیح بدم. اینا همه تو دیسک ذخیره شدن. حالا چون اینا گنده‌ان، شما فرض کنید چون اینا خیلی بزرگن، اینا پوشه شدن. مثلا همشون داخل یه فایل txt نیست. تو 3-4 تا فایل txt که اینا بهش تو دیتابیس میگن هیپ. حالا اینا توی لو لوله ولی خب سادهش میشه همین. مثلا چند تا فایل txt ان، اینا جدا شدن. حالا دیتابیس واسه اینکه همه رو در بیاره باید بین این هیپ ها حرکت کنه و دنبال اون دیتایی که شما میخواید بگردید، دنبال دیتایی که میخواید بگرده و اونو پیدا کنه. که دیتابیس ها حالا هوشمندتر از این حرفان خیلی حرکت‌های بیشتری میزنن. مثلا اگر من کوئری بزنم که من یوزری رو میخوام که آیدیش 1000 و این یوزر شاید تو فایل txt سوم بود، تو فایل اول نبود. دیتابیس میاد از اولین فایل شروع میکنه، میبینه نیست، میره فایل دوم میبینه نیست، میره فایل سوم، وسطای فایل سوم اینو پیدا میکنه، میگه پیدا کردم واسه شما. این اسکنی که دیتابیس انجام تا به دیتای شما برسه. حالا اگر من یک ایندکس بسازم، خیلی دارم ساده و لول بالا بهتون توضیح میدم اینو. حالا ایندکس اگه بسازم چیه؟ من میام یه فایل txt جدا میسازم و این تقریبا حالا یه جوری هشه، مثلا فرض کنید دیکشنری تو پایتون و من میام یادداشت میکنم توی این یه دونه فایل txt، چون فقط آیدی و مثلا ایناست، من یادداشت میکنم میگم آقا آیدی شماره مثلا 1000 توی فایل txt سوم اینجاشه، مثلا وسطش. حالا اتفاقی میفته من داخل دیتابیس کوئری میزنم که من آیدی فلان رو میخوام. دیتابیس میگه داری آیدی رو سرچ میزنی، من یه ایندکس واسه آیدی ها دارم. میرم فایل txt ایندکس رو باز میکنه و میگه خب این کجا بود دوستان، 1000 کجا، فایل سوم بود اینجاش. سریع میره اونجا جامپ میکنه تو فایل سوم، درجا براتون برمی‌داره. حالا میتونیم همین رو استفاده کنیم و حتی سریع ترش کنیم. تو این مورد میتونیم ما بیام ایندکس بزنیم روی چی؟ میتونیم ایندکس بزنیم روی آیدی و آیدی رو سریع تر کنیم. حالا یه بحث دیگه هم که میخوام بگم، این شاید خیلی فرقی به حال ما نکنه، چون در نهایت ما داریم دوباره همه رو درخواست میکنیم. میتونیم چی کار کنیم؟ من میتونم یه کاری کنم که خیلی خیلی سرعت این بره بالاتر. الان من باید درسته فقط آیدی رو میگیرم، ولی با در نهایت باید بازم برم داخل اون هیپ ها، داخل اون تیکه فایل ها، از اول فایل 1 رو شروع کنم، فایل 2 فایل 3 همه رو بردارم بدم به شما. ما یه چیز داریم به اسم نانکی ایندکسینگ داخل پستگرس. نانکی ایندکسینگ پستگرس. حالا فکر کنم تو همه دیتابیس داریم، تو پستگرس هست. این نانکی پستگرس ایندکسینگ چیه؟ یادتونه گفتم آقا این یه فایلی میسازه، میگه که خب 1000 اینجای این فایل است، آیدی 1000. حالا من میگم آقا تو این فایلی که ساختی آدرس دادی، بیا نیم هم کنارش بذار، بگو آیدی 1000 نیمش اینه، اینجای اون فایل ذخیره شده، فایل مثلا سوم. بعد اگه من بیام کوئری بزنم بگم آقا من آیدی رو میخوام و نیم، چی کار میکنه دیتابیس ها؟ باهوشم. میگه من آیدی و نیم و داخل این فایل ایندکسام دارم، تو ایندکسام دارم، دیگه لازم ندارم برم اون فایل ها رو هر سه تاشو اسکن کنم همه رو در بیارم، چیزی بیشتر از این که نمیخوای، همین نیم و آیدی رو میخوای. در نتیجه میاد میگه آقا همینو بده من میرم دیگه، همینو کلا ورم داره، خیلی خیلی سریعتر بهتون ریسپانس میده. در نتیجه شد آقا تو لول اول سعی کنید مشخص کنید چه دیتایی رو از اون کوئری لازم دارید. لول دوم اینه که لیمیتش کنید به تعداد، پیجینیشن سعی کنید بزنید. حالا تو لول بعدی به سمت دیتابیس، حالا کش تو دیتابیس هست و اینجور چیزا، ولی هدف این ویدیو من این بود که اولا شما با ولیوز آشنا بشید، با این ماجرای ایندکس کردن آشنا بشید و ببینید چقدر تاثیر داره، و با ماجرای ایندکس ماجرای لیمیت کردن اینجا آشنا بشید، ببینید چقدر تاثیر داره، و با ماجرای ایندکس داخل دیتابیس آشنا بشید.
من الان نمیتونم ایندکس رو بهتون قشنگ بشینم آموزش بدم، چون 25 دقیقه است دارم ویدیو میگیرم، دارم الکی حرف میزنم. درجه کاری که میکنید میتونید برید خودتون شروع کنید خوندن، این خودکار رو خودتون برید شروع کنید خوندن، درباره ایندکس ها بخونید، همینجوری بیشتر داخلش عمیق شید. ولی حالا شاید حال ندارید بشینید داکیومنت بخونید پیدا کنید چی رو از کجا بخونید، میتونید دوره بک اند فاندامنتال حسین ناصر رو بخونید. یه دوره خیلی خوبه، من خودم دنبالش کردم، خیلی چیزایی که الان گفتم از اینجا یاد گرفتم و همه چی رو پوشش میده، ایندکس ها رو پوشش میده، نمیدونم پروتکل ها رو پوشش میده. البته ببخشید بک اند فاندامنتال نه، دیتابیس انجینیرینگ فاندامنتال، حالا هرچی دیتابیس انجینیرینگ فاندامنتال اف دیتابیس انجینیرینگ، اینو ببینید، اون یکی واسه بک اند بود، من حواسم پرت شد. جفتش دوره خوبی. این میاد شروع میکنه حالا از اسید و اسید رو توضیح میده، دیتابیس رو میگه، مثلا تو این قسمتش من دقیقاً ایندکس ها همین چیزایی که من گفتم کامل بهتون توضیح میده، دقیقاً اونجا میفهمید هیپ چیه، دقیقاً میفهمید ایندکس ها چطور کار میکنه. دوره خیلی خوبیه که ببینید. کل ماجرایی که می‌خواستم امروز بگم این بود. اینکه هوا هم خیلی گرمه، مراقب خودتون باشید.